ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام. بله، هر سخن میگیم باید با نام الله تعالی سخن گوییم. انشاءالله کاری ما به خیر می شود. نواری که شما عین حال دیده استادید، یکی از جوانهایی که در روز تویش با تنتنه و عنعنه با چنین کارها دست زده‌اند. خدا نکند در همین لحظه به زمین می افتیدند چی؟ یا این که همان رسمان ها می کندن و اینها می افتیدند، یگان کار یگان بدبختی صادر می شد. چرا امروز جوانهای ما اینقدر بی‌غیرت شده اند که وقتی عائله برپا می کنند پدر و مادر آنها کجا نگاه میکنند؟ به خاطر چی دست به چنین کارها میزنند؟ یعنی که بازی میکنند و هر خیل نغمه های زیادتی. به خاطر چی؟ چرا ما فکر نمیکنیم که حاضر در دست همه تلفن های موبیلی هست، هر کار میکنیم یک شخصیت پیدا میشود و ما رو نوار میکند و در سامانه های اجتماعی علکه خودمون رو میبینیم. چرا جوانها امروز دست به این کارها کرده استادند؟ ای شخصیت، ای مردی که چهره مردی داری، تو را خداوند در قرآن مرد گفته است، یعنی که تو را مرد آفریده است. وقتی که با نام که مرد شدی، چهره ات صورت که مرد شد، باید رفتار و کردار و کارهایی که تو میکنی همش مردانوار باید باشد. امروز بعضی مردها را میبینیم نعوذ بالله در تیک تاک و در اینستاگرام میبرند هر خیل نغمه ها میکنند. رسول خدا چی گفتند؟ مرد دائم خنده نمیکند. در حالت خنده کردن خنده کن، اما خنده و قهقهه زیاد نکن. مرد هر دائم خندیده و چک چک کرده نمیگردد. مرد سریوز نباید شود. مرد شجاعت داشته باشد. مرد باید چنان مردی داشته باشد که یک شخصیت بیند وی را حتی برای صحبت کردن از او خود را دور کند، یعنی که سیاست داشته باشد. اما ناوسه وقتی انسان ها رو میگیم، بعدا بعضی جوان مرد ها رو میبینیم که در تویشون در همین معرکه هاشون هر خیل نغمه ها میکنند. همان دوستایی که در کنار شما هستند وقتی از این نغمه های شما با خبر میشوند نوار میکنند. انا همان دوستایی که در بر شما در اطراف شما هستند، خواه پسر و خواه دختر باشد، الانکه شما رو نوار میکند، است و بیست نکرده چیکار میکند؟ میپرتاید. حاجی همه سایت داره، حاجی همه بلاگر شده، حاجی همه می در سامانه های اجتماعی در استوری هاشون میمونند، تمام پریدی در اینترنت. وقت میبینی ای وا، میگه ایرا کی مونده؟ هیچ کس تو گناهکار کرده نمیتونه. هیچ کدام را ما گناهکار کرده نمیتونیم. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که باید نغمه هامون زیاد نمیشید. باید یک کار کنیم که اگه شخصیت جرأت نکنه که ویدیو کنه، یا که اما کارمون وابسته به ویدیو کردن نباشه. کمتر مرد هستین، غرور دارین، ناموس دارین، کمتر مردی ختانه عیدست نتین. بازی بسیار مردها رو میبینیم نغمه ها میکنن، نوز میکنن، مثل زنها نعوذ بالله در تیک تاک و در اینستاگرام داخل میشه. ای شخصیت، ای مرد، کجاست آن سیاستی تو؟ کجاست آن مردی غروری تو؟ چرا ما مثل حضرت عمر سیاست نداره؟ وقتی که حضرت عمر در دوره های جاهلیت چنان سیاستی داشت، مسلمان ها از او میترسیدند، همه از او میترسید. وقتی مسلمان که شد، مسلمان ها همه مقصد دوستش داشتن، احترامش کردن، اما همان جاهلان چیکار کرد؟ میترسیدن. حمزه از یک سوی رسول خدا بودن، عمر از یک سوی رسول خدا بودن. وقتی برآمده در نزد مکه، در نزد کعبه نماز خواندن، هیچ جاهل و بدبخت مشرکان جرأت نکردند. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که حمزه هم قوه و توانایی زیاد داشت، از اون میترسیدند. اما وقتی عمر که اسلام را قبول کرد،
مسلمان ها همه شاد شدن، گفتند که دیگر یگان مشرک ضد مسلمان ها برآمده نمیتواند. ای مردان، کمی خود را کمی هموشد مرد هستید. خداوند چهره این مردی داده است، باید سیاست شما هم مردان نوار باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.